به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، امروز با هم عاید یکی از تجارت‌های خیلی مهم و یا اینکه یکی از خرید و فروش هایی که اکثریت به ریبا و یا پرسنت خوری داخل می شوند و بی خبر می مانند صحبت میکنیم. آن هم عاید خرید و فروش طلا که اساساً درباره سه شرط اساسیش با هم صحبت خواهیم کرد. خیلی که میدانیم طلا و نقره از معدن‌های هستند که در همه دور و زمان قدر و قیمت خود را دارند و هرگز برعکس پول‌های کاغذی که داریم قدر و قیمت اینها از بین نمی رود و چون قدر و قیمت طلا را خود پروردگار به این معدن‌ها داده است، خواه و ناخواه انسان این را دوست می دارد و گویم از زمان قدیم تا همین روز باره هم نشده است که کسی طلا رو به قدر کرده باشد و یا یک جنگ شد یک چیز دیگری شد و یک باره طلا و نقره تماما از قدر مانده باشد. چگونه که الله میگوید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، برای مردم زیب و زینت داده شد. آنها خواه و ناخواه دوست می دارند زنها را، زن و فرزند را و این چونین زیاد از طلا و نقره را و البته که از مال و از دیگر چاروا و از باغ و بستان و چیزهای دیگر. و چون خودی طبیعت مردم در آن است که طلا و نقره را همیشه دوست می دارند و چگونه که گفتیم قدر و قیمت این معدن ها را خود الله داده است، هرگز اینها قدر و قیمتشان را گم نمی کنند و هر کسی که ذخیره طلایی یا نقره دارد برعکس پول های کاغذی هرگز خسران نمی یابد. یکی جنگ می شود و پول ها تماما قدر و قیمت خود را گم می کند و یا اینکه بعضی از مشکلی ها بین دولت ها و رابطه های بعضی دولت ها خیلی پایان می رود و دیگر پول ها قدر قیمت خود را گم می کنند، مثل اینکه روبل روسی خیلی زیاد قدر قیمتش را فراورد و یا اینکه سامان تاجیکی، اما طلا و نقره در جایش می ایستد و مردم همیشه طلا و نقره را دوست می دارند و با این معاملات کردن و یا خریدن و یا فروختن در همه دور و زمان باقی مانده است. ولی چگونه که گفتیم مشکلی در آن است که بعضی از قاعده هایی که در خرید و فروش طلا و نقره هست و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را در احادیث صحیح بیان کرده هستند، مایان از آن بیخبریم و اکثریت در خریدن و یا فروختن و یا در ابدال کردن یا علیش کردن این چیزها به همدیگر مبادلات کردن یک باره به گناه قدم میزنند و نفهمیده. البته که بیایید برای همین درباره شرط هایش صحبت کنیم که چگونه ما طلا و نقره رو خریم و یا فروشیم و یا با کسی عوض کنیم که بری با داخل نشویم. برای این بیایید نگاه میکنیم به حدیثی که در صحیح مسلم است، در بخاری هم با همین معنا هست و در کتاب های دیگر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضه بالفضه وزنا بوزن و در دوامش میگویند و بیع الذهب بالفضه و بیع الذهب بالفضه یجب یدا بید و من زاد او استزاد فقط اربع و یا اینکه داخل شد بری با. اینجا تمامی حدیث رو نمیخونم برای اینکه حدیث خیلی دراز است و اینجا به بعضی خوراکواری های هم داخل می شود، ولیکن موضوع که فقط طلا و نقره هست بیاید درباره طلا و نقره فقط همین موضوعش رو بیان کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی طلا رو با طلا شما فروختید یا اینکه به کسی طلا دادید و به عوضش فقط طلا گرفتید، باید وزن به وزن باشد و دست به دست باشد. در حدیث دیگر آمدگی هست الذهب بالذهب ربا الا ها و ها،
یعنی باید وقتی طلا رو با طلا عوض میکنید یا میخرید، این طلای مرا گیرو فلان طلا ادرا بیده، گوشوار مرا گیرو انگشتر ادرا ده، و یا اینکه همین تنگه طلای مرا بگیرو از آن طلای خود ادرا ده. حتما باید اول شده وزن به وزن باشد. وزن به وزن این است که 1 گرم طلا دادی باید 1 گرم طلا گیری. هرگز نه طلای من خوشرو است یا طلای من طلای دبی و یا اینکه طلای عربستان است، طلای تو طلای روسیه است، من از تو 1.5 گرم میگیرم، تو از من 1 گرم میگیری. وقتی گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ریبا. این چی است؟ این ریبا هست. برای همین خیلی ها در وقتی عوض کردن طلا در بسیار خواهرها دیده می شود، میگویند من گوشواره خود را دادم و انگشتر او را گرفتم، در حالی که وزن به وزن نیست. یعنی وزن هر دویشان یک خیل نیست. شاید انگشتر کمی وزنش کمتر باشد و گوشواره کمی وزنش زیادتر باشد و اینجا به پروبه و یا اینکه به چگونه ساخته شدنش، در کدام دولت بودنش در یگان جا اهمیت داده نمی شود. البته در بین مردم در عرفمون میگوییم این مثلا بالاتر است، درجه این طلا بالاتر است و این نوعش دیگرتر است، لیکن در شریعت تمام نوع طلا حسابیده می شود و نباید با یک گوشواره 1 انگشتر را عوض کرد، مگر اینکه وزن به وزن، گرم به گرم و میلی گرم به میلی گرم یک خیل باشند. 2 گرم رو با 1 گرم و یا اینکه حتی 1.8 هم نمی شود عوض کرد. و هر کسی که عوض کرد اگرچه ریزوگی دو طرف باشد، عزیزان به این اهمیت دهید. بعضی ها میگن ما هر دو راضی هستیم، چی مشکلی دارد؟ آره، در بسیار چیز حتی در پراتین خوردن یا ریبا دادن و ریبا گرفتن هم اکثریت راضیگی دارند. اینجا مشکلی در ریزوگی نیست، مشکلی در قاعده اساسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث گفتند که باید چی باشد؟ وزنن بالوزن. باید وزن به وزن باشد که نباید 1 میلی گرم زیاد باشد. و اینجا اگر گفتید پروبه و یا آن رقم هایی که دارند 587 500 چند دیگر که دولت ها از دولت ها فرق میکنند، در بعضی دولت ها با 16 و 17، در بعضی جاها با 500 و 500 چند آن را قدر کردگی هستند که نسبت طلا همین مقدار در داخلش هست، لیکن در خود شریعت چنین به پروبه هایش به گفته خدا ما اهمیت داده نمی شود. پس چی کار کنیم؟ من میخواهم گوشواره خواهرم را یا دوگانم را گیرم و به عوضش انگشترم را. در این وقت میخرید و همین راهی حل است. از او با پولتان انگشتر را میخرید و با او گوشواره را میفروشید و یا هر طلایی که شما میخواهید با هم عوض کنید و وزنشان مختلف هست، در این وقت فقط یگانه راه حلش این است که باید که شما از او با پول خرید و با پول فروشید، اما همدیگرش را به همدیگر عوض کرده نمی شود. عیناً در وقتی نقره با نقره هم همین قاعده می درآید. یعنی وقتی که نقره رو با نقره عوض میکنید باید وزن به وزن باشد. نباید مثلا نه انگشتر من خیلی خوشرو ساخته شده است، در مثلا این رو در یگان دولت یا یگان استای ماهر زیورگر این رو ساخت و انگشتر تو زمان قدیم است، از این من زمان حضروی است، برای این میده و کلان فرق نمی کند. انگشتر من میده تر باشد هم من با 2 انگشتر تو یا با انگشتر کلان تو عوض میکنم، تماما جایز نیست و این عیناً همان چه هست ریبای هست که پیامبر بیان کردن. پس شرط اولی که حتما باید رعایت شود این وزن به وزن است، یعنی گرم به گرم، میلی گرم به میلی گرم در وقتی طلا را به هم دیگرش عوض کردن گوییم، یا اینکه نقره را با هم دیگرش عوض کردن که این را با هم دیگر فروختن میگویند، برای اینکه شما میدهید و میگیرید. عیناً همین چی است نمودی تجارت است که مالم را دادم و بر عوضش از او مال گرفتم. انا این گونه عوض کردن یا خریدن طلا با طلا، نقره با نقره ممکن نیست. و در دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر شما طلا را با نقره فروختید چه خیل خواهید بفروشید، بجز اینکه یا اینکه به شرط اون که باید یدن بیاد، دست به دست باشد. البته ما میدونیم که نرخ نقره همیشه از نرخ طلا پایان تر است و وقتی که شما، یعنی معنای حدیث این است که
طلا رو با دیگر پول میفروشید، برای اون که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اساساً با تنگه های طلا و نقره خرید و فروش میکردند و پول های کاغذی امروزه ما روبل و سومون و دلار و اینها داخل میشوند به همین تنگه های نقرگین و طلاگین که عیناً پول و قیمت پول و یا ارزشی طلا و نقره دارند و امروز ما با اون اساساً خرید و فروش میکنیم. پس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن طلا رو به کسی فروختید، شما حتما باید دست به دست باشد. یعنی طلا رو ده، من بعداً به تو پولش رو میدهم، حتی 1 ساعت و 1 دقیقه باشد هم شما اگر از مجلس جدا شدید این جایز نیست. برای همین در صحیح مسلم روایت است از مالک ابن اوس صحابه که میگویند بار من میخواستم تنگه های طلاییم رو فروشم و گفتم که از من این تنگه های طلایی رو میخرد، که در آن زمان هم تنگه های طلایی رو با تنگه های نقره میفروختند. در این وقت یک بار من طلحه پسر عبیدالله صحابی دیگر را دیدم که در نزد عمر خطاب بود. طلحه به من گفت مالک تو به من این تنگه های طلا رو بده، وقتی خادم من می آید یعنی خدمتگار من می آید به تو من نقره رو می دهم، یعنی پولی همین تنگه های طلا رو می دهم وقتی خادمم آید. این رو شنید و عمر ابن خطاب گفت کلا والله لتؤتینه ورقه او لتردن الیه ذهبه، یا اینکه لتردن الیه ذهبه. عمر در اینجا میگویند نه، قسم به الله، یا که الان تمامی تنگه های طلاش رو به او میدهی، یا اینکه خود الان پولش رو میدهی. این که الان من طلا رو میگیرم بعداً پولش رو میدهم چنین وجود ندارد، برای اون که من خودم شنیدم که پیامبر گفتند الورق بالذهب ربا الا هوها. وقتی که شما طلا رو با نقره میخرید یا پول دیگر کتی میخرید این ربا است، مگر اینکه دست به دست باشد. ها و ها، انا با دستم میدهم، انا با دستم میگیرم. برای همین اینجا رو ببینید که طلا رو هرگز نمیشود من پولش رو بعداً میدهم گوید. یعنی شما پول دارید، یا اینکه با قرض بعضی ها میگیرن به خاطر توی عروسی، به خاطر اینکه الان مثلا یگان به آنها حتما است که طلا در دستشان باشد، یا اینکه به همسرشان هدیه کنند، به مادر هدیه کنند، و مغازه طلا فروشی رفته میگویند الان به من همین انگشتر رو بده، من بعداً به تو پولش رو میدهم، یا اینکه پس از 1 ماه، یا اینکه وقتی پول به دستم آید. عیناً به همین حدیث صحیح مسلم نگاه کنیم این همون ربا است و یا اینکه پرسنت خوردن است، برای اینکه نرخ طلا هر دقیقه خیلی که میدونیم فرق میکند و انسان نمیداند که پس از 1 روز یا پس از چند مدت یک بار نرخ چه خیلی میشود. این رو اکثریت در همین جا غلط میکنند که میگن ما از طریقه اینترنت طلا خریدیم، پولش رو دادیم، طلا بعد از 2 روز به دست ما می آید، یا اینکه من از خواهر طلا خریدم، پولش رو دادم و پس از چند وقت به دست من می آید. اما اینجا پیامبر چه گفتن؟ دست به دست. و اگر به خود همین آثار نگاه کنیم، مالک ابن اوس در اینجا در نزد عمر بودند و در همان دقیقه پس از یک چند دقیقه گویم باید خادم بیاید و پول طلا رو بدهد بود، اما عمر گفتن نه، الان اگر خود الان پول در دستت نباشد طلای او رو به دستش برگردان، برای اینکه من شنیدم که پیامبر گفتن این ربا می شود مگر اینکه دست به دست در همون جا شما پولش رو دهید. پس وقتی نسیه طلا می خریم، خواه با دلار باشد خواه با سامانی باشد، نسیه خریدن در خرید و فروش طلا هرگز جایز نیست، نه فروختنش نه خریدنش. من به شما انگشتر رو می دهم، باکی ندارد، کی خواستید پولش رو می دهید. شما الان توی دارید، هیچ باکی ندارد، شما طلا رو گیرید برای عروستان یا برای خودتان وایسال، یا پس از مدت شما پولش رو میدید. همین معامله خیلی زیاد در تاجیکستان هست و اکثریت شاید از حدیث بیخبر هستند که وقتی ما علم نداریم یا بیخبر بودیم انشاءالله که گناهی ندارد، اما الان باید هر یک مسلمان به حلال و حرام یا به معامله هایی که میکند حتما باید یقین بداند که این کار حلال است و یا اینکه حرام است و یا اینکه در این باره شریعت چی میگوید، برای اینکه چگونه که میدانیم حلال خوردن یکی از احکام های تاکید شده در اسلام می باشد. اینجا رو ببینید که
نسیه دیگر چیزها رو میتوانیم نسیه خریم. من برنج رو نسیه خریدم، ارد رو نسیه خریدم، یعنی پولش رو بعداً میدهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از یهودی لباس ببخشید طعام شعیر یعنی جو خریده بودند و پولش رو نداده بودند که پس از مرگشون پول اون داده شد. یعنی نسیه خریدن عموما در شریعت هست. هر چیز رو میتوانید نسیه خرید. یک چیز رو میگیرید پولش رو بعداً میدیم، فقط اینکه پول معین باید باشد که من پول همین چیزاتون رو بعداً میدهم. لباس رو، خانه رو، ماشین رو دو کس اتفاق کردید. اما مسئله طلا و نقره از اون نسیه فرق میکند. طلا و نقره مسئله هست که پیامبر گفتن نه، این رو نسیه نفروشیدم، نخریدم، در جایش باید دست به دست دهیم. برای همین هرگز عزیزان این رو مثلا به دیگر چیزها نبرید که پس هیچ چیز رو نسیه خریدن جایز نبوده است، برای اینکه اینجا گفته ایستادن یدم بیاد دست به دست ها به ها باید شود. نه، این فقط به طلا و نقره رابطه دارد که شما وقتی طلا میخرید و یا نقره میخرید حتما باید اینجا دست به دست باشد. و از طریقه اینترنت هم که در اینترنت البته دست به دست نیست، پولش رو دادید پس از چند روز به دست شما طلا می آید. یا اینکه بعضی ها خیلی که گفتیم فروشنده برای مالش رو کلاهش رو فروخته میگه طلا رو گیرید باکی ندارد بعداً میدهید، که این مخالف شریعت و حتی ربا است که چگونه که میدونیم یکی از حرام شده های 100% در قرآن و در سنت این پرسنت خوردن و پرسنت گرفتن می باشد که در قرض دادن هم هست، در بعضی از خرید و فروش های هم هست. متاسفانه در مسئله های قرض دهی را اکثریت می دانند که مثلا 100,000 قرض داده 110,000 گرفتن ربا است. اما خرید و فروش طلا چنین ربا دارد و پیامبر در احادیث صحیح بیان کردن اکثریت از این بخبر هستیم. پس شرط دومی اساسی این بود است که نسیه در طلا و در نقره حرام است و حتما باید نسیه نیو نقد دست به دستی ما خرید و فروش کنیم. چیزی سوم که این هم یکی از مسئله های مهم است، این تقسیط است یا خود رستروچکا یا اینکه جدا جدا پولی طلا رو دادن. خیلی که در این باره صحبت کرده بودیم، خرید و فروش تقسیطی که خانه رو میخرم و پولش رو کم کم در مدت 10 سال میدهم، یا تلفن رو میخرم مدت 1 سال هر ماه پولش رو میدهم، قسم قسم جدا کرده، این در شریعت در نزد جمهور علما جایز است. و برای این حدیث عمرو بن عاص هم بود که گوسفندها رو یا خود پولی 100 تا شتر رو پس از 1 سال دیگر زیاد کرده میدهند که بیع تقسیطی است، بعداً میدهم میگویند و پیامبر این را صلی الله علیه و سلم اقرار میکنند. اما طلا و نقره چگونه که گفتیم بیع تقسیطی هم در اینجا جایز نیست. وقتی طلا خریدیم و پولش رو به 1 سال تقسیم کردیم که مدت 1 سال من پول این گوشواره رو یا پول این مثلا دستبان رو میدهم، این جایز نیست. تقسیط برای اون که یدن بیاد، یعنی پول رو دادی و طلا رو به دست گرفتی، نه، طلا رو گرفتی پولش رو کم کم میدهی، یعنی تمامی همه پول رو در یک مجلس ندادی. برای همین حتما باید به این هم اهمیت دهیم که چگونه که به اصطلاح همه عادت کردگیند رستروچکا گویند یا پولش رو کم کم تقسیم کرده سر هر ماه به معاشم برابر گرفتن، یا اینکه وقتی به دستم پول می افتد میدهم. در اینجا چه است؟ حتما باید در وقت خریدنی طلا و نقره دیگر چیزها مثلا خیلی که گفته بودیم خانه، ماشین، لباس، هر چیزی دیگر رو میتوانید با تقسیط خرید که این در شرایط حاضره خیلی آسان است برای نفرانی که یعنی هر ماه کم کم به دستشون پول می آید، کم کم جدا کرده میدهند. اما محض طلا و نقره رو پیامبر گفتند ها و ها، حتما وقتی طلا میخرید یا نقره میخرید در این وقت نباید شما قاعده تجارت تقسیطی رو که پولش رو کم کم میدهم در اینجا استفاده نکنید. برای اون که حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که اگر دست به دست نداد فقط اربع یا ربا کرد یا به ربا داخل شد، این تقسیط به اون داخل می شود. برای همین بار دیگر میگم که مبادا تقسیط رو در همه جا نه، برای همین مخصوص کردیم برنامه امروزه رو به طلا و نقره، برای اون که احکام هایی که در طلا و نقره وجود دارد در بقیه کالاها وجود ندارد. طلا و نقره چون پول همان زمان حسابیده میشد باید دست به دست شود. و اینجا عزیزان مسئله مهمی دیگر است. وقتی گفتیم درباره طلا و نقره، شما می توانید
طلا رو با نقره زیادی خرید، یعنی به مقداری مثلا 3 گرم نقره 1 گرم طلا خرید. می توانید این رو برای اون که نقره ارزانتر است اما شرطش دست به دست باشد. بقیه پول هایم وقتی ما پول ها رو عوض میکنیم یا مبادله اسعار میکنیم، مثلا من به یک نفر $100 میدهم، به عوضش 8000 روبل میگیرم. این رو هم حتما باید که ما خرید پول ها میگوییم یا خرید و فروش اسعار یا مبادله اسعار میگوییم باید دست به دست باشد. $100 الان ده، من به تو بعداً مثلا 8000 سومون میدهم، ببخشید 8000 سومون که نمیشود، 8000 روبل میدهم نمیشود. شما میتوانید گوید $100 قرض ده، من همین قرض رو بعداً میدهم. و قرض رو چه خیلی میدهم؟ حاضر، همین خودی حاضره دقیقه به $100 چقدر هست همون رو میدهید، نه اینکه پس از 1 روز یا 2 روز یا 1 سال پول دلار بالا شد و پس شد شما میگوید نه اون وقت همون سوم بود. حتما دلار رو با دلار برگردانید. برای همین در وقت قرض گرفتن و دادن بهترینش این است که همون روبل رو یا خود دلار رو با هم محاسبه کنیم و بگوییم که انا همین $100 به دستم می آید. اما در وقت مبادله، یعنی عوض کردن پول، این رو پول رو گیرو به جایش به من سوم ده یا این پول رو گیرو به من به جایش روبل روسی ده، انا اینجا حتما باید دست به دست عوض شود. برای آنکه اگر دست به دست عوض نشد این داخل می شود به ریبا، مثل طلا و نقره که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که گفتیم باید طلا و نقره حتما چخیل باید بود همچون پول حساب می شد و پیامبر گفتن دست به دست باشد، هرگز با نسیه با طلا و نقره کار نکنید. و اینجا عزیزا مسئله شرط های اساسی رو گفته گذاشتم و در خودی حدیث رو همش رو برای شما نخوندم که حدیث خیلی دراز است، ولیکن بیایید به مسئله اساسی حدیث هم نگاه میکنیم. برای آنکه در بعضی از دهات یا بعضی از خواهرها، بعضی از عائله ها، بعضی از خواهر و برادرها به این مسئله شاید توجه نکردن یا بیخبر بودن. در خود همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که طلا و نقره رو بیان کردن در دوامش والبر بالبر مثلا بمثل و شعیر بالشعیر مثلا بمثل و تمر بالتمر مثلا بمثل و الملح بالملح مثلا بمثل و بیع الذهب بالفضة مثلا بمثل یدن بید، یا اینکه و بیعوا الذهب بالفضة کیف شئتم یدن بید و البر بالشعیر کیف شئتم یدن بید و الملح بالتمر کیف شئتم یدن بید. حدیث رو نگاه کنید. در دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی گندم رو با گندم عوض میکنید یا میخرید، که گندم رو میدهم و میگیرم حتما باید مثل به مثل باشد، کیلوگرم به کیلوگرم. یعنی شما به من 1 کیلو ارد سفید دهید، بعدا من به شما 2 کیلوگرم ارد سیاهش میدهم یا درجه دومش میدهم، نه، ارد رو با ارد هم باید کیلو به کیلو، برنج رو با برنج کیلو به کیلو، یا جو رو با جو، یا این چنین تمام خرما رو با خرما، نمک رو با نمک و از این میشد که هر چیزی که خوردنی هست و با کیلو اون رو شما بر میکشید حتما باید در وقت عوض کردن برابر باشد و شما می توانید با 1 کیلو برنج 2 کیلو ارد رو عوض کنید، اما این هم دست به دست باشد. یعنی برای اون که اینها با هم دیگر چه هستند، خوراکه هستند. با پول می توانید 1 کیلو برنج رو گرفته پولش رو فردا دهید، اما با جای پول اگر یگان چیزی خوردنی داده ایستاده باشید، حتما مثلا برنج یا چیزی دیگر حتما باید در همان مجلس دست به دست باشد. پس بعضی ها میگن حتی در میوه هم داخل می شود، یعنی تمام خوردنی ها رو اگر جنسش 1 باشد 1 کیلو سیب رو با 2 کیلو سیب عوض کردن نمی شود، 1 دانه تربوز رو با 2 دانه تربوز، که به این حدیث همش رو داخل کردگی هستند. مهم همه چیزهای 1 خیله رو 1 کیلو رو به 2 کیلو یا زیادی عوض نمی کنید، مگر اینکه چی باشد، مگر اینکه دیگر چیز، مثلا میوه یخیل نیو میوه دیگر خیلی باشد، بجز مثلا گوسفند و چارواکی در این باره اجازت هست. اما مسئله که مسئله اساسی ما طلا و نقره بود و اکثریت در این مسئله بیخبر، البته ندانسته بر ریبا داخل شده بودن. خیلی خواستیم به شما بیان کنیم برای اون که خیلی که میدونید نسیه دادن و نسیه گرفتن، بیع ها یا خود فروش های تقسیطی
و این چنین خرید و فروش ها از طریق اینترنت از شهر دیگر خیلی الان رایج یافته است و اکثریت خریدهای خود را در خانه ایستاده با تلفن از این شهر از شهر دیگر میکنند و متاسفانه بخبر به طلا و نقره هم داخل میشوند که این مسئله را پیامبر در حدیث همچون آفتاب روشن کردند که باید دست بست دست و در یک مجلس، یعنی در یک جایی که روبرو ایستاده اید، شما آن را خرید یا اینکه فروشید. الان باشد عزیزان میگذاریم به قسم سوال ها. اپا جان با یک متریال خواه آهن باشد، خواه طلا، خواه نقره، هرچند وزنش یک خیل است اما در صفت ساختن حتما نرخ فرق میکند. در این حالت چی باید کرد؟ البته که من گفتم که در حدیث وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از ذهب و بالذهب ها بها، اینجا در زمان پیامبر هم طلا از طلا فرق میکرد. بعضی طلاها کمی سیاه رنگ بودن، بعضی ها مثلا طلای خیلی مثلا زرد بودن، یا اینکه طلاهایی بودن که انگشتر شده بودن یا چیزی دیگر. اینجا هیچ فرق نمیکند. مهم این است که شما چیکار میکنید. اگر گفتید که نه طلای من خیلی صفتی بالا دارد، در اینجا برای اینکه از زیادی کتی عوض کنید میگوید این را خر و اون را من میفروشم، که در این درباره خرما آمدگی است. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خرمای خیلی خوبی را میخورند و آیا همه خرمای شما چنین است؟ میگویند بعضیا میگویند نه خرمای ما چنین نیست اما ما عوض میکنیم، مثلا زیادتر 2 کیلو خرما میدهیم، خرمای صفتش پست، و 1 کیلو خرمای صفتش خوب میگیریم. پیامبر میگویند این را نکنید، به جای این خرما اتون را فروشید و اون خرما را خرید با پول. در این وقت یگانه کاری که میکنید عوض نمیکنید، با پول که میشود با پول میفروشید، با پول میخرید. اما طلا را با طلا اگرچه پرابش مثلا فرق کند، رقم هایش که خیلی که گفتیم صفت طلا رو بیان میکنن یا شکل ساختنش یا شکل اون که در کدام دولت بود، معنایش که طلا از نامی اینم طلا، نامی اونم طلا، نامی اینم چی است نقره از، نامی اونم نقره است، نباید با مفاضله یا زیادتر با هم عوض کرده شود. چرا خرید طلا نسیه ممکن نیست؟ پیش از همه در حدیث گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند حتما باید ها و ها یعنی دست به دست باشد، و اما نسیتن فلا، یعنی حدیث دیگر آمدگی هست که در ابو داود است اگر خطا نکنم، ولا بأس ببیع الذهب بالذهب بالفضه والفضه باکثرهما یدا بید، و اما نسیتن فلا، یعنی هرگز نسیه نفروشید. برای چی؟ از یکی از علتهایش این است که خودی طلا و نقره همیشه نرخش بالا و پایان شده می ایستد. امروز یک طلا رو نسیه خریدید شما، پس از 1 ماه یا پس از مدت نرخ طلا یکی بالا شد یکی پایان شد، شما یک باره میگوید الان پول من چی شد؟ اگر من حاضره پولش رو میخواهم، یا اینکه نرخ دیگر شد و مسئله به اختلاف هم میکشاند. برای همین چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردند و شاید یکی از حکمت‌هایش این است که نرخ‌ها همیشه بالا و پایان اساساً در طلا و نقره میشوند و اینها همچون پول استفاده میشوند، نسیه ممکن نیست. سوال دیگر: دختر جان، من برنامه های شما رو از رادیوی پیام دائم گوش میکنم. در رادیوی پیام بهترین برنامه شما است، لطف دارید البته، اما چرا در رادیو رقم های واتساپ رو اعلان نمی کنید؟ من دائم حیران می شدم که سوال رو از کجا مردم فرستاده ایستادند. شاید مثل من برنامه در یوتیوب رفتنش رو بسیار کسان نمی دانند. برای همین رقم واتساپ رو در رفت برنامه اعلان می کردید خوب می شد. سلامت باشید سوال کننده عزیز. البته که از کارگرها خواهش میکنم، کارگرایی که همینجا هستید با ما در برنامه، رقم های واتساپ رو برابر اعلان کردن برنامه در رادیو هم میفرستادید تا که بعضی از عزیزانی که میخوان سوالشون رو فرستن از طریق واتساپ روان کنن. طلا رو خریده مونیم قیمت شود بعد فروشه می شود؟ البته که می شود. این تجارت است، شما می توانید هر چیزی رو خریده مونید
و بعداً به نرخ بازار، یعنی همون نرخی که در بازار است فروشید. از آن زیادتر کرده فروختن یا تمام طلا رو گرفتن و بعداً فروختن که این احتکار است یا مونوپولیا میگن، جایز نیست. اما عموما تجارت همین است که بعضی از میوه‌جات و یا سبزیجات و یا طلا هر چیزی رو در وقتش که میدونید نرخ بالا پایان شده ایستادن میخرید و بعداً نقد به نقد میفروشید. در اینجا نسیه گرفتن هم نیست، نسیه دادن هم نیست و باکی ندارد. من به یک دوستم برای خانه‌دار کنی فرزندش پول نقد داده بودم. آن وقت به مبلغی که من دادم 120 خلطه 50 کیلویی ارد درجه عالی خریدن ممکن بود. میبایست دوام 1 سال پول را برگرداند. 5 سال شد برنگردانیده است. حالا با آن مبلغ ماکسیموم 75-80 خلطه ارد خریداری کنی. من چگونه پولم را با همان قدری داده شده با راه حلال برگردانم؟ پیش از همه سوال کننده عزیز متاسفانه این است که در شریعت هر چیزی که قرض دادید همون رو برمیگردانید. من دادم نرخ بالا شد، نرخ پایان شد، این به قرض رابطه ندارد. از اینکه شما مدت 1 سال دادید و اون نفر برگردانیده نتوانست یا نخواست اینجا فرق میکند. اگر نتوانست در اینجا فنظیرتون الی میسره، شما به او وقت دادید ثوابش رو هم گرفتید. اگر داشت و نداد یعنی شرایط داشت اصلا پول رو نداد گناهگار شد و شما با هر راهی میتوانستید او رو مثلا به تنگی آورید و یعنی پولم رو ده گویان مجبورش کنید که این در شریعت جایز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند علی الواجد ظلم، یعنی هر کسی که دارد و پول رو نمیدهد او ظالم است و او حلال است که آبرویش رو برید یا اینکه با او تنگ آورید. با همین معنا است. لیکن اینجا در یگان جا در دادن مثلا قرض که من مثلا بجز پول هر چیزی رو که هم دادید، مثلا میگوید من یک گوسفندی رو قرض دادم لیکن گوسفند نرخش بالا شد پایان شد، یا یگان چیز دیگر رو، اینجا پول رو قرض دادید لیکن نرخ پول یا خود قدر پول پایان شد. اینجا یگانه اگر کسی که پولتون رو گرفت خودش انصاف کرده گوید که الان خیلی یک باره پول ها قدرش بالا و پایان شد، من به تو همون وقته پول 50 کیلوگرم ارد رو یعنی پولی 120 خلطه ارد رو میدهم، گفت این مسئله دیگر. اما او اگر گفت که پولی که دست به دست گرفتم من همون رو میدهم، البته او حق دارد، برای اون که شما هرگز در وقت قرض دادن این رو نگفته بودید که من به تو پول 120 خلطه ارد رو داده استادم، تو 120 خلطه ارد به من میدهی. اگر این اتفاق در بینتون باشد و میرفت و ارد میخرید مسئله دیگر بود. اما یگانه چیزی که اینجا هست، اگر او خودش انصاف نکند و نگوید که دیگر قدر سامان یا پول دیگر پایان شد، همون پولی که دادید همون رو میگیرید، همون پولی که دادید همون رو میگیرید و در یگان جا نیست که شما به مقدار یعنی نرخ بازار نگاه کرده قرضتون رو زیاد میکنید، قرضتون رو کم میکنید. این چیز نیست. لیکن یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، فقط بهترینش این بود که شما اگر از روی مثلا ارشادات قرآن میکرده می نویسید، شاهد می آوردید 2 نفر رو که همین کس الان به من چیکار کند، نویسد که من همین پول رو گرفته استادم، پس از 1 سال اگر من داده نتوانم یگان وکیل او، برادری او، پدری او میدهد. وکیل گرفتن او جایز بود که به پولتون یعنی تا این درجه خسارت نمیدیدید، لیکن الکی گذشته است و این رو فقط میخواهم تذکر کنم که عزیزان میتوانید در وقت قرض دادن به خود نفری که قرض گرفته استاده است برای اون که به شما خلاف وعده نکند بگوید که به من کفیل بیار که اگر تو قرض رو داده نتوانی همین کفیل تو به من چیکار میکند، آورده میدهد. که این هم در شریعت یعنی کفالت گرفتن جایز است و در سوره یوسف هم در این باره آمدگی است. هر کس میتواند گوید که این اگر داده نتوانست به جایش من میدهم و این رو مینویسند و با 2 شاهد این رو قبول میکنند. سوال دیگر، از بانک طلا خریده در خود بانک ذخیره کنیم اجازت است یا نه؟ اگر بانک طلای خودش رو میفروشد و بانک به یگان خیلی پرسنت یعنی به شما میفروشد جایز است و در وقت ذخیره کردن هم همچون دست امانت وقتی میدونید که بانک اون رو در یگان مثلا صندوقچه‌اش پنهان میکند و هرگز به یگان کس نمیدهد، در اینجا جایز است. اما من تا جای خبر دارم بعضی از
بانک های هستند که اون چیزی که در ذخیره خود از طلا و از نقره دارند اون رو به فروش میمونند یا اینکه اون رو به یگان تجارت اثر میدهند. سپس پس از مدت اگر نفرش آمد طلا رو عیناً خودش را برگردانیده میدهند. لیکن مثلا از انسان عادی هم از یک نفر طلا خریدید و اون انسان خیلی چی هست، خیلی امانت دار است، میگه من خریدم پولش در دستت است اما در دست خودت امانت هست، یعنی پولش رو دادید خریدید گفتید به خودت امانت میدهم برای اون که امانت دار هستی، این باکی ندارد. اما مسئله بانک تا چی اندازه با ریبو دادن و ریبو گرفتن کار میکند و آیا در حقیقت چیزی که ذخیره کرده است به کسی نمی فروشد و یا به شما یگان شرطنامه نمی بندد، اینها رو باید حتما همش رو بینید که مبادا به یکی از شرط و شروط هایی که در شریعت جایز نیست داخل نشوید. سوال دیگر: من از یک نفر قرض گرفتم، وقتی پولش را برگردانیدن نتوانستم در گوشم حلقه میراث از مادرم مانده را دیده طلب کرد که در عوض قرض به او بدهم. هرچند زاره تولا کردم گوش نکرد، مرا مضطر کردن خواست. ناعلاج دادم. حالا چگونه میتوانم این حلقه را برگردانم؟ پول ندارم. البته که پول نداشته باشید برگردانیده نمیتوانید. شاید از یگان نفری که مثلا دوستتون هست به شما باوری دارد از او قرض گیرید و برگردانیده حلقه را خرید. آیا او را اگر به عوض پولهای خودش گرفت، یعنی گوشوار شما به اندازه پولی که در دست او بود گرفت، او حق است، اما گوشوار شما گرانتر است، جایز نیست. این معامله ربوی هست که شما به زوری یا به هر راه گوشوارتون را گیرید و پولش را دهید. یعنی اون پول را راهش یکی این است که اگر گوشواره برابر قرض باشد مال او است، او به جای پولش گوشواره رو گرفت، در این وقت شما یگانه کاری که میکنید گوشواره رو گشته میخرید از او، نه گفتید گوشواره من گرانتر از آن مبلغ است. در این وقت البته اون قرض ها رو پیدا کنید با فروختن یگان چیز یا کمک خواستن از یگان نفر و به او گوید که انا این پول هایت رو گیر و گوشواره رو به من برگردان. سوال دیگر، سوال معلمه جان این است که قرعه خریدن یا روزگار خانه از اینترنت خریدن اینها به ربا داخل می شود یا نه؟ به فکرم مقصدشان این است که بعضی از چیزها رو از اینترنت خریدن به ربا داخل می شود یا نه. خریدن از اینترنت در زمان حاضر مثلا چگونه که میدونیم بسیار چیزها رو ما پولش رو میدهیم بعدن آورده به ما میدهند که به این درباره جایز بودن خرید و فروش های اینترنتی البته با شرط و شروط هایش که مثلا به ربا داخل نشوید یا چیزهای محرم نباشد جایز است. برای اون که در این باره در لجنه علما هم آمدگی است در فتوا، برای اون که خیلی که گفتیم مثل خریدن نصیحه است، یعنی پولش رو پیشتر میدهم مال رو بعدن میگیرم یا مال رو میگیرم فقط اینکه به دست من پس از یک روز یا 2 روز می آید. اینجا فقط طلا و نقره رو خریدن از طریق اینترنت جایز نیست، برای اون که شرط شروطی که پیامبر گفتند باید یدن بید ها به ها باشد، یعنی دست به دست باشد. در خریدن اینترنت این چیز وجود ندارد. اما بقیه اشیاء خانواده، تلفن می خواهید خرید، برای خانه تان هر چیزی که می خرید از اینترنت خریدن البته که جایز است، برای اون که در این باره و احل الله البیع و حرم الربا، الله تمام تجارت را حلال کرد و تمام نمود ربا را حرام کرد. لیکن هر چیزی که از تجارت حرام است در ما در حدیث ها آمدگی هست و بیان شده است. اینجا یگانه از طریق اینترنت طلا و نقره خریدن جایز نیست، بقیه چیزها رو می شود خرید، یعنی اشیاءهای خانواده یا چیزهایی که برای خانه برای شما ضرور است، از لباس باشد از چیزهای دیگر. سوالم معلمه جان این فهمیدم، بخشش سوال رو اثر خونده ایستادم، به فکرم معلمه جان رو خونده گشته. سوال دیگر، در بازار وقتی طلا فروشی خریدار طلب میکند که طلا را به درون کسلات اندازی، آیا همین طلب از روی شریعت درست است یا نه؟ اینجا وقتی که او میخواهد به درون کسلات انداخته شود میخواهد بداند که این حقیقت دارد یا نه. برای اون که تا جایی که من خودم هم با چشمم شاهد شده بودم، بعضی نفرها طلاهای ساخته را، فالشیفکه میگویند با زبان روسی،
که دویم اکثریت همین کلمه رو با اصطلاح استفاده میکنیم، طلاهای ساخته رو به مردم فریب کرده فروختگی هستند و مردم از این میترسند و برای حقیقت بودن اون که در حقیقت این طلا است یا طلای ساخته است میخواهند به کسلات اندازند. البته که این گناه ندارد، برای اون که وای طلا اگر حقیقی باشد هیچ ضرری نمیبیند، اما اگر طلا حقیقی نباشد دروغ گفتن طلا فروش فوش میشود و مردم دیگر از این خطر یا از یک نفری که فریبگر است از شرش خلاص میشوند. البته که هر چیزی که شما میخرید تا آخر آن را دیدن و عیبش هست یا نیست آن را حتی به شرط گذاشتن در شریعت خیار است، خیار عیب. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این باره حدیثشان هم هست که هر وقتی که چیزی را شما خریدید و عیب دارد آن را حق دارید برگردانید در مدت 3 روز. در اکثریت حدیث آمدگی هست و برای عیب آن را الان دیدن و بعد فریب نخوردن البته که جایز است که به کسلات اندازن و آن حقیقت است یا ساخته است بفهمند. برای آن که طلا فروش های ساخته یا دروغین هم هستند که این چیز را چندین کس یعنی به این فریب افتیدگی هستند. سوال دیگر، لومبارد کارکنی اجازت هست یا نه؟ درباره لومبارد یک برنامه داشتیم، میخوام به همون برگردید. چگونه که گفته بودیم لومبارد این گروخانه هست که در سالهای آخر اساساً در اتحاد شوروی یعنی دولت‌های پسا شوروی هم خیلی خیلی رایج یافته ایستاده است. لومبارد اساساً چیکار میکند؟ اول باید بدانیم و خیلی که میدانیم لومبارد به همه قرض‌های ربوی میدهد. چگونه میدهد؟ میگوید چیزی من به تو الان نقد به نقد قرضی که میخواهی میدهم، بر عوضش به من یگان چیزت رو گرو میدهی و البته که پولی که میدهید از گروی که میگیرید به مراتب کم است. مثلا در لومبارد ها از تلفن شروع کرده تا جواهرات و همه چیز هست، این هر چیزی که قدر دارد در لومبارد از اون میگیرن و اساسا چرا طلاواری و نقره و ساعت های گرانبها میگیرن. البته که اینجا چی است؟ گروخانه باری با آمیخته شده که آنها همیشه چیکار میکنن؟ میگوین گرو از شما میگیریم، قرض گفتگیتان رو میدهیم و قرض در مدت اکثریتش با ساعت است، در همون ساعت آورده نشود یک باره چند فایز زیاد میشود و یا اینکه این گروتان رو از آنی خود میکنیم و حتی در وقت دادن قرض الکی 10 فایز زیاد نوشته میشود. انگشترتون رو گرفتم و شما مثلا 500 سومون قرض میدهم، نه الکی 520 سومون، شما 520 سومون بیارید انگشترتون رو گیرید، اگر نه آوردید انگشتر از آنی من انگشتر در حالی که چی است تا 1000 سومون است. برای همین لومبارد گروخانه آمیخته به پرسنت یا ریبا هست که نه در آن خرید و فروش کردن، از آنجا خریدن هم جایز نیست، برای آنکه این تعاون علی الاثم و العدوان است، کمک کردن به گناه هست، آنها گناه دارند از آنها خریده کمک کرده ایستاده ایم. دوم در آنجا کار هم کردن جایز نیست، برای آنکه فقط با ریبا کار میکند، حلال نمیخرند، حلال نمیفروشند، آنها قرض میدهند، قرض پرسنت دار یا ریبا دار و گرو میگیرند، گروی که همیشه از قرض داده اشون گران تر است و میگویند قرض رو دیر کردی گرو از آن ماست و در نزد تمامی لومبارد ها یک مغازچه هم هست که در آنجا گروی گرفتهشون رو از نرخش یک کم ارزانتر به دیگران میفروشند و کسی که از آنها میخرد چیکار میکند؟ در گناه آنها یا در کاری که در این تجارت پر از ریبای آنها کمک میکند و از آنها خریداری میکند. سوال دیگر، همین عروس انگشتر طلا دادن ابیزتلنی هست یا نه؟ این موضوع عروسی است. انگشتر طلا دادن البته که مثلا از شرط های نکاح نیست، ولی مهر دادن حتمی است و درباره مهر دادن البته ما میدونیم که و اتو النساء صدقاتهن نهله میگوید الله، ای مرد شما مهرهای زنها رو بدهید و مهر میتواند انگشتر باشد، مهر میتواند حتی مثلا مبلغ زیاد باشد یا یک انگشتر عادی باشد و اگر زن از شما همچون مهر طلا طلب کرد البته که همچون مهر است حتما بدهید، نگفتید همچون هدیه هست و هدیه رو شما خواستید میدهید، نخواهید نه، حتمی در توی به انگشتر طلا وجود ندارد. این البته از سنت ها یا اینکه از عنعنه های دولت های کفر است که
به انگشتر آنها توی نمیشوند و انگشتر رزم یا گفتیم نشانه زن و شوهری است که در ما نکاح حلال اسلامی هست که با شرط و شروطهایش رضاگی زن و شوهر، رضاگی ولی زن و البته که چگونه که میدونیم وجود داشتن شاهدان و اعلان کردن باید توی اعلان شود. اما حتما در شریعت انگشتر طلا باید داده شود نیست، اما مهر هست که مهر مراتب کتی به شرایط شوهر نگاه کرده از انگشتر طلا فرق میکنه. در بعضی جایها خیلی زیاد، در بعضی جایها خیلی کم هم هست. سوال دیگر: سلام علیکم اپا جان، در حق ما دعا کنید، من بیمار هستم. الله برای شما هم و برای کلی مسلمان هایی که بیمار هستند شفا دهد پروردگار. سوال دیگر: از لامبرد چیزی که به گرو ماندگی هست خریداری کنیم اجازت هست یا نه؟ من گفتم الله میگوید و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و همدیگر را در کارهای نیک و تقواداری کمک کنید و هرگز در گناه به همدیگر کمک نرسانید. در دشمنی انداختن عموما گناه کردن و فساد کردن. و چگونه که گفتیم یک نفر وقت دزدی میکند و شما اون چیزی که او دزدیده آمد میخرید به او کمک کرده ایستادید. این تعاون و کمک کردن یک دزد است برای خریدن چیزش که وی باز میرود و میخرد. و عیناً لامبرد هم به یگان حلال رابطه ندارد. خیلی که گفتم قرضهای پرسنتی میدهند و گروی که میگیرند به مراتب نرخش زیاده است آن را از آن خود میکنند به یگان شرط و شروط. البته رهن یا گرو در اسلام هست، چگونه که در سوره بقره در این باره در یکی از موضوعها گفته بودیم. الله فریحان و مقبوض گفته آمدگی است اگر شما در سفر باشید و کسی در بینتان از نویسنده ها یا شاهد ها نباشد به همدیگر برای ضمانت پرداخت قرض رهن دهید. ولیکن رهن رو من گرفتم، به کسی قرض دادم و رهن گرفتم، اگر قرضم رو او برنگردانید من رهن رو یک بار همش رو از آن خود نمی کنم، مقدار پول رهن رو می بینم. اگر از قرض داده ام زیاده است من باید آن رهن رو فروخته فقط قرض خودم رو از آن خود کنم و بقیه رو به او برگردانم. اما در لامبرد چون این چیز وجود ندارد، کل رهن رو از آن خود میکنن و برابر همون لحظه قرض دادن الکی چند فایز زیاد کرده می نویسن که همین مبلغ رو به من برمیگردانی سپس رهنت رو می دهم. و این کمک کردن به گناه هست که آنها در گناه آمیخته هستند و شما از آنها خریداری کرده گناه میکنید. از حوله که شما صاحب آن هستید طلا یافت شود صاحبش کی می شود؟ اگر دولت اسلامی باشد در این مسئله تقسیم می شد، یعنی مقداری رو شما به بیت المال می بردید و مقداری رو از آن خودتان می کردید. لیکن که دولت الان دولت اسلامی نیست و شما در جای خودتان هستید، در حوله خودتان هستید و اینجا اگر شما مثلا صاحبش رو میدونید و صاحبش ادعا کرد که من گورانیده بودم از آن من است، اینجا دلیل ها رو نگاه میکنید. نگفتید صاحبش هم هیچ بیخبر بوده است یافتم و از آن خود کردم. البته که در اینجا از آن خودتان است، برای اون که در داخل دولت اسلامی زندگی نداریم و حکم ها رو نمیتوانیم الان جاری کنیم. و در بیرژه طلا خرید و فروش کردن اجازت است یا نه؟ راستی گپ درباره بیرژه هایی که الان خیلی زیاد هستند، شرط و شروط یا شرطنامه ها خیلی زیاد است و بعضی مثلا بیرژه ها شرط و شروط های دارند که کلا به ریبا داخل می شود و بعضی بیرژه ها موافق اسلام کار میکنند. برای اینکه به سوال شما کاملا جواب دهیم و مبادا خطا نشود، حتما باید شرطنامه شما یا کمی مختصر در همون بیرژه‌ای که شما در مثلا طلا و خرید و فروش طلا یا چیز دیگر هست میخواهید سهم گذاری کنید یا در همون جا درآمد کنید، باید شرطنامه هایش را و رفت کارش را دربارش آگاه شوم که من از این آگاه نیستم، تا اینکه اگر دانستیم جواب دهیم، نتوانستیم البته که پس از پرسیدن از استادا و از نفرانی که از اهل علم هستند به شما کمک میرسونیم. به هر حال اگر شرطنامه ها رو میدونید میتوانید به واتساپ یا همین رقم ها فرستید، بعدا با شما در تماس میشویم و جوابش را انشالله که میگردونیم. این بود عزیزان درباره برنامه امروزه درباره
سه شرط اساسی در خرید و فروش طلا که یک بار دیگر بیایید کوتاه خلاصه گیری کنیم. یکی گفتیم حتما باید وقتی طلا رو با طلا عوض میکنید وزنش یک خل باشد، با پروبش هم نگاه نمیکنید در کجا ساخته شده است و یا اینکه انگشتر است یا گوشوار است، چی هست، مهم طلا هست. طلا رو با طلا به یگان چیزش نگاه نکرده، وزن به وزن، گرم به گرم، میلی گرم به میلی گرم یک خل باید دهید. اگر طلا رو با پول فروختید در اینجا جایز است، البته که به شرط اون که نسیه نباشد، یعنی دست به دست باشد. طلا رو گرفته پولش رو بعداً دادن به هیچ وجه جایز نیست. و سومش خرید و فروش های اینترنتی امروزه یا اینکه تقسیطی گفتیم از طریق اینترنت هم نباید طلا خریداری شود. طلا دست به دست نمی شود، دیرتر آمده می رسد، پولش پیشتر پرداخت می شود. و اگر نه شما از اینترنت مگزین طلا خریدید به شرط اون که در نزد درتون پولش رو می دهید و طلا رو می گیرید، این جایز است. یعنی نرخ طلا معین است، شما وقتی که به نزد خانه اتون آمد نقد پولش رو دادید و طلا رو گرفتید، اینجا باکی ندارد، برای اینکه دست به دست در یک جا خرید و فروش انجام شد. و حتما تقسیط یا خود رسراج که در طلا و نقره وجود ندارد که من طلا رو میخرم و پولش رو کم کم بعداً میدهم، یا نقره رو میخرم و پولش رو کم کم بعداً میدهم. نباید در خرید و فروش طلا و نقره این شرط و شروط یا این تجارت ها دیده شود. این بود عزیزان برنامه امروزه ما. با امید اون که همیشه در پناه الله رحمان باشید و در هر برنامه یک منفعت، یک چیزی که برای زندگی شما، برای آینده شما، برای حلال خوردن شما، عموما برکت حیات شما فایده دارد و سبب هست به شما برسانیم. شما آن را به الله یکتا میسپارم تا برنامه های دیگر در پناه الله رحمان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.